سلام دوستان، امروز اومدم با یه دمنوش جدید برای برطرف کردن سرفه. دوستان عزیزم، حتما خودتون میدونید که برای برطرف کردن سرفه دمنوش‌های خیلی زیادی وجود داره. ولی من طبق تحقیقات بالینی که انجام دادم، این دمنوشی که میخوام براتون درست کنم به جرئت میتونم بگم قوی ترین و در عین حال خوشمزه ترین دمنوشیه که میتونید درست کنید و ازش لذت ببرید. ببینید دمنوش ها اکثرا تلخ هستن و بچه ها نمیتونن بخورن، ولی این دمنوشی که من میخوام براتون امروز درست کنم اصلا تلخی نداره و در این حال تبرم هست. یعنی برای سرفه هایی که از سرماخوردگی و آنفولانزا ایجاد میشه بسیار مؤثرم هستش. اوکی، ببینیم سراغ مواد لازم و طرز درست کردنش. مواد لازم برای این دمنوش گلاب هست، بنفشه کوهی و 4 تخمه و مقداری هم نبات که البته دل به دلخواه میتونید نبات رو اضافه کنید کسایی که شیرینی دوست دارن. میریم ابتدا ما البته همیشه که نه، اینجا حالا آبو جداگونه میجوشونیم و داخل قوریمون که زیر شمعش هم روشن کردیم میایم موادمون رو اضافه میکنیم. ابتدا بنفشه به اندازه به ازای هر لیوان 1 قاشق غذاخوری کافیه. بنفشمون رو اضافه میکنیم، بعد و 1 قاشق چایخوری هم از 4 تخمه. اوکی، نبات هم همینجا میتونید اضافه کنید تا شیرین بشه. من از همین الان اضافه میکنم و آب جوشیده رو بهش اضافه میکنیم. سعی کنید آب رو آروم آروم اضافه کنید تا مواد داخل بنفشه راحت تر بیاد بیرون. دوستان، بنفشه جزء گیاهانیه که بسیار تبارم هست و هر چقدر بمونه تأثیرش بیشتر میشه. یعنی با خیال راحت این دمنوش رو تا 12 ساعت و حتی 24 ساعت بعدم میتونید استفاده کنید و حتی خاصیتش بیشتر میشه چون مواد داخلش به داخل آب بیشتر خودشو داخل آب پس میده. اوکی، اینجا در ظرفمون رو میذاریم و حدوداً 1 ربع الی 20 دقیقه صبر میکنیم تا کاملا دم بکشه. 4 تخمه ها رو میبینید دارن باز میشن. ما اینجا بعد از 20 دقیقه میایم سراغتون. بعد از 20 دقیقه میایم، حالا که این کاملا دم کشید، مقداری گلاب بهش اضافه میکنیم به اندازه 1 قاشق غذاخوری. گلاب خودش بسیار سرفه رو نرم میکنه، سینه رو نرم میکنه و برطرف کننده سرفه هستش و تو این دمنوش که استفاده میکنیم هم باعث میشه که طعمش خوشمزه بشه و کمک میکنه به درمان سرفمون. اوکی، نوشیدنی ما آماده است و میتونیم ازش استفاده کنیم. درست کنید، نوش جان بفرمایید. لایک و سابسکرایب یادتون نره دوستان عزیزم. با تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و اگه نظری داشتید، اگه این ویدیو براتون مفید بود، برام تو کامنت ها بنویسید. ممنون میشم از لایک و حمایتتون.